این جنگ شاید شروعش با موشک باشه، اما پایانش رو هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه. ایران و اسرائیل هر دو یه فهرست طولانی از سلاحایی دارن که فعلا خاک میخورن، اما برای همون لحظه‌ای طراحی شدن که همه چیز ممکن از کنترل خارج بشه. خب تو این قسمت یاسراوی قراره بریم سراغ مقایسه 5 سلاح مخفی ایران و اسرائیل. پس برای دیدن ویدیوهای بیشتر همین الان چنل خودتو سابسکرایب کن و آماده باش که قراره یه مقایسه سرنوشت ساز با هم داشته باشیم. قسمت اول، موشک فتاح در برابر عروسه. موشک فتاح یک مثل شبحیه که با سرعتی فراتر از صوت آسمونو میشکافه. یه موشک هایپرسونیک ایرانی با سرعتی بیش از 13 ماخ که میتونه از تمام سپرهای دفاعی عبور کنه، مسیرشو در پرواز تغییر بده و درست بخوره به قلب هدف. یعنی جایی که نه گنبد آهنین میتونه کاری کنه، نه حتی سیستم های چند لایه. اما در اون طرف عروسه رو داریم، پیشرفته ترین پدافند ضد موشکی اسرائیل که با کمک آمریکا ساخته شده. طراحی شده برای رهگیری موشک‌های بالستیک در خارج از جو زمین با دقت نقطه‌ای و سرعت پاسخ بالا. یعنی اگر شلیک بشه، عروسه اولین سیستمیه که میره سراغش. ولی فتاح یک فقط یه موشک ساده نیست و حمله اول ایران نشون داد که به راحتی میتونه از سد پدافندهای آمریکایی و اسرائیلی رد بشه. قسمت دوم، موشک خلیج فارس در برابر F-35. دوربردترین موشک ایران موشک بالستیک خلیج فارسه، موشکی که بردش میرسه به حدود 2500 کیلومتر و میتونه به قلب هر هدفی نفوذ کنه. این موشک نقطه زن دقتش زیر 10 متره، یعنی میتونه خیلی دقیق بزنه به مراکز مهم نظامی و زیرساخت‌های حساس. حالا میرسیم به F-35 که جنگنده پنهانکار نسل پنجم آمریکاست که طراحی شده برای اینکه بدون اینکه کسی ببینه بره داخل منطقه دشمن و مأموریت‌های شناسایی و حمله انجام بده. سرعتش حدود 1.6 ماخه و میتونه کلی سلاح مختلف مثل موشک‌های کروز و بمب‌های هدایت شونده حمل کنه. برد پروازیش هم تقریباً 2200 کیلومتر. البته با سوختگیری هوایی میتونه بیشتر هم بره. فرق اصلی اینجاست که موشک خلیج فارس یه گلوله دقیق و سریع که مستقیم میره سمت هدفش و شانس اینکه دشمن بتونه زود واکنش نشون بده رو کم میکنه. اما F-35 برای عملیات‌های پیچیده‌تر ساخته شده، شناسایی، جنگ الکترونیک و حمله‌های دقیق. پس تو جنگ خلیج فارس میتونه خیلی خوب بزنه تو عمق منطقه، ولی F-35 قدرت انعطاف پذیری بیشتری داره و میتونه کارهای مختلف انجام بده و به نظر میرسه توی نبرد طولانی استراتژیک برد با F-35 باشه. قسمت سوم، پهباد کمان 22 مقابل هاروب. تو دنیای پهبادها ایران یه شاه کلید داره که هنوز خیلی ها نمیشناسنش، پهبادی به اسم کمان 22. این پهباد نه فقط جاسوسی میکنه بلکه مسلح هم هست و برای عملیات‌های پیچیده طراحی شده. کمان 2 توان پرواز در ارتفاع بالا، برد 3000 کیلومتری و موندگاری طولانی داره که میتونه 24 ساعت تو آسمون بمونه و اطلاعات جمع کنه. اما جذابترین بخشش قابلیت حمل تسلیحات هدایت شونده است که میتونه ضربه های دقیقی بزنه. اگه کمان 22 رو با هاروب، پهباد فوق پیشرفته اسرائیلی که برای حمله های سریع و دقیق ساخته شده مقایسه کنیم، به اطلاعات جالبی میرسیم. هاروب سرعت زیادی داره و طراحیش برای ورود به عمق خطوط دشمنه، ولی کمان 22 به خاطر برد و موندگاری طولانیش میتونه قبل از هاروب منطقه رو رصد کنه و حتی ضربه بزنه. یعنی اگه جنگ بالا بگیره، کمان 22 میتونه مثل یه نگهبان نامرئی جلوی حملات هاروب وایسه، اطلاعات جمع کنه و ضربات غیر منتظره‌ای بزنه که دشمنو به دردسر بندازه. البته کمان 2 هنوز برای سناریوهای خاص نگه داشته شده، اما اگه روزی به میدون بیاد میتونه بازی رو تغییر بده. قسمت چهارم، مقایسه موشک دریایی خلیج فارس و گابریل. توی نبرد دریایی واقعی بازی فقط سر ناو و توپ نیست.
موشک‌ها تعیین میکنن کی زنده میمونه و کی غرق میشه. از یه طرف ایران موشکی داره به اسم خلیج فارس، یه بالستیک دریایی خاص که خیلی فرق داره با موشک‌های معمولی ضد کشتی. این موشک مثل یه چکش از آسمون میکوبه روی هدف، از بالای جو میره، بعد با سرعت مافوق صوت، یعنی 5 تا 7 برابر سرعت صوت برمیگرد و دقیق میخوره وسط کشتی دشمن. هدفش واضحه، زدن ناوهای هواپیمابر آمریکایی یا ناوهای جنگی بزرگ تو خلیج فارس. بردش حدود 300 کیلومتر. ولی چیزی که وحشتناکش میکنه توان مانور تو فاز پایانی و سرعت وحشیانشه. با این سرعت تقریبا هیچ سیستم پدافندی معمولی نمیتونه جلوی برخوردشو بگیره. از اون طرف اسرائیل یکی از قدیمی ترین و کارکشته ترین موشک‌های ضد کشتی رو داره، گابریل. یه موشک کروز کم سرعت‌تر ولی دقیق و هوشمند. نسخه‌های جدیدش مثلا گابریل 7 بردی حدود 200 کیلومتر دارن و قابلیت پرواز نزدیک به سطح دریا برای گول زدن رادارها. سبک وزن روی ناوچه ها نصب میشه و به درد زدن اهداف کوچیک و متوسط میخوره. اما سوال اینجاست، توی رویارویی واقعی کدومش میتونه دست بالا رو بگیره؟ خلیج فارس سریع‌تره، قدرت تخریبش بیشتره و برای جنگ با ناوهای بزرگ ساخته شده. گابریل دقیق‌تره، سبک‌تره و تو جنگ‌های ساحلی یا کنترل منطقه‌ای عملکرد خوبتری داره. و حالا قسمت آخر، جنگ الکترونیکی. این روزا جنگ‌های مدرن دیگه فقط موشک و تانک نیست، بلکه یه میدان جنگ جدید داریم به اسم جنگ الکترونیک و سایبری که توش سلاح‌های پیشرفته‌ای مثل سلاح‌های پلاسما و سیستم‌های ماهواره‌ای بازی رو عوض می‌کنن. ایران روی سلاح پلاسما کار کرده، یه فناوری که با ایجاد پالس‌های قوی الکترومغناطیسی که میتونه تجهیزات الکترونیکی دشمن و فلج یا نابود کنه. این سلاح بیشتر تو نبردهای زمینی کاربرد داره و میتونه بدون اینکه مستقیم به نیروهای دشمن حمله کنه، سیستم‌های راداری و هدایت موشکیشون از کار بندازه. البته بردش محدود به چند کیلومتره و برای فعال شدنش نیاز به انرژی زیادی داره، اما میتونه به شکل غیر شکننده باعث اختلال‌های جدی بشه. از طرف دیگه اسرائیل سیستم‌های پیشرفته‌ای داره که شامل ماهواره‌های جاسوسی و جنگ الکترونیک فضایی میشه. این ماهواره‌ها میتونن کل کره زمین رو زیر نظر بگیرن و با حملات سایبری دقیق ارتباط و سیستم‌های فرماندهی دشمن رو مختل کنن. این فناوری‌ها هزینه‌های خیلی بالایی دارن و به زیرساخت‌های پیچیده فضایی وابستن، اما برد بسیار بالایی دارن و میتونن بدون مواجهه مستقیم با دشمن تأثیرگذاری زیادی داشته باشن. وقتی این دو نوع سلاح رو کنار هم میذاریم میبینیم که سلاح پلاسما ایران بیشتر رو میدان نبرد زمینی و ایجاد اختلالات فیزیکی متمرکزه، در حالی که سیستم‌های اسرائیلی از فضا و با روش‌های سایبری کنترل جنگو به دست میگیرن. هر دو سیستم نقاط قوت و ضعف خاص خودشونو دارن و موفقیت در استفاده از اونا بستگی به چگونگی ترکیب و هماهنگیشون تو میدون جنگ داره. در نهایت کسی که بتونه این جنگ‌های الکترونیکی و سایبری رو بهتر مدیریت کنه احتمالاً دست بالا رو تو نبردهای آینده خواهد داشت. اما چیزی که ما رو کلافه کرده نامشخص بودن آینده این جنگ تلخه. تلخی خونهای بیگناهی که ریخته شده اوقات هممون رو تلخ کرده و هممون نگران آینده ایم. ولی یادتون باشه سرنوشت هیچ جنگی به ترسناکی وحشت روزهای اولیش نیست و دو طرف تمایلی به جنگ طولانی ندارن. احتمال استفاده از تجهیزات گفته شده تو این ویدئو خیلی کمه و احتمالاً جنگ زیر 1 ماه به پایان میرسه و صلح هرچه زودتر به خاورمیانه و کشور عزیزمون ایران برمیگرده، جایی که فرقی نمیکنه کی چه عقیده‌ای داره. وقتی پای خاک و ناموس بیاد وسط همه با هم متحد میشن، چون ایرانی برای وطن باخت نمیده. امیدوارم تو ویدئوی بعدی با شادی خبر پایان جنگ رو بهتون بدم. پس تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.